آموزش صادق هستم. چندین ساله که بیشتر وقتا تو سفر هستم و سعی میکنم که بیشتر سر کار داوطلبانه باشم. حدود نزدیک 5 ساله لایف استایلم بیشتر رو بیس سفر هست. سبک‌های مختلفی سفر میکنم، با دوچرخه، پیاده، موتور، هیچ‌هایکی، به هر روشی که شده سعی میکنم که در واقع زندگیم رو همون بیس سفر بچرخه. بیشتر وقتا سر کارهای داوطلبانه هستم، گاهی وقتا کار در سفرم انجام میدم. زمانی هم که نیاز داشته باشن کم و بیش وای میستم یه جاهای کار میکنم، یه مبلغی ذخیره میکنم به اندازه نیازم و بعد ادامه میدم. آشناییم با کار داوطلبانه، خب اصلا نفت 18 سالگی که عضو داوطلب هلال احمر بودم، یه سری دورهاشون رو گذرانده بودم. بعدا هم دوست داشتن که با خیریه ها و یک سری مؤسسات همکاری کنم و چند تا سمت همون علمیه که چند تا خیریه اینا که میرفتن خیلی راغب نبودن که کار کنیم یا خیلی جدی نبودن تو کارشون. بعدا داشتن میچرخیدن ببینن که تو ایران چجوری میشه کار داوطلبانه پیدا کرد و چه در واقع سایت ها و مرجعی هست تو دنیا، به چه شکلی هست. کم بیش با اصول کار داوطلبانه تو کشورهای مختلف آشنا شدم. یک سری سایت های خوبی آشنا شدم. یکی از معروف‌تریناش سایت UNV هستش، برای سازمان ملل هست. جالب اینجاست که بخش داوطلبی سازمان ملل 1968 توسط محمد رضا شاه تو دانشگاه هاروارد تو سخنرانیش مطرح میشه که دنیا به یک سیستم داوطلبی تحت نظر سازمان ملل نیاز داره. بعد 2 سال بررسی بخش داوطلبی سازمان ملل شکل میگیره. پتانسیل کار داوطلبانه خیلی خیلی زیاده تو ایران، ولی خیلی کم کار شده. نه اینکه بگیم که نبوده و نیست. تو هیت‌های مختلف از طرف سازمان ملل 93 عنوان کار داوطلبانه تعریف شده که میشه تو اون حوزه‌ها کار داوطلبانه انجام داد، ولی تو ایران بیشتر واسه مواقع بحران و خیریه ها بوده. تو حوزه‌های مختلف یه خورده کمتر شناخته شده بود و مخصوصاً پروژه‌هایی که منفعت جمعی بیشتر در واقع معیار باشه. یکیش هم مثل همین بومگردی ها که کسب و کارهای فرهنگی و اجتماعی هستن، صرفاً به عنوان اقتصادی نیستن مثل هتل. منفعت جمعیش خیلی مهمه. اگه واقعا بومگردی ها هم به همون معنای واقعی بومگردی بخوان کار کنن، خیلی خیلی تاثیرگذار هستن. معمولا ایران رو با کشور همسایه ترکیه که یک سری تشابه‌هایی با ایران داره با اون مقایسه میکنم. همیشه نگاه میکنم میبینم که تو بخش داوطلبی سازمان ملل حداقلش 50-60 مورد پروژه فعال داریم، ولی تو ایران متاسفانه سالی یکی دو مورد باشه یا نباشه. یکی از دغدغه‌های ما اینه که تو ایران والنتیرینگ بتونیم پتانسیل بین‌المللی کار داوطلبانه رو تو ایران زیاد کنیم. یه مورد پروژه با یونسکو داشتیم واسه مرمت باغ پهلوانپور مهریز که خوشبختانه است 8 تا کشور اومده بودن. یه کاری رو که بخوای که ایرانیزه کنی و بخوای تو ایران کار کنی، مسائل ریز فرهنگی خیلی خیلی زیاده. به عنوان مثال یه بخشش هم موانع قانونی هست، یک سری هم مسائل ریز قانونی هست. به عنوان مثال ما معمولا با میزبان صحبت میکنیم، میگیم که عکس کارت ملی و شماره تماس داوطلب برای ما بفرستن، بتونیم که کم و کیف و نظری چیزی داشتن بتونیم پیگیری کنیم و بشنویم ازشون. و همچنین داوطلبا هم همینطور. اون ذهنیتی که کمتر در واقع دغدغه‌مند باشن تو ایران یه خورده کمه، هنوز خیلی جان نیفتاده. مردم میان سمتش، دوست دارن ببینن که چیه، چه اتفاقی داره میفته، قبل اینکه با خودشون تکلیف خودشون مشخص باشه که آیا اهل این فضا هستن یا نیستن. بیشتر سوار بر موج میشن و یک سری میگم مسائل ریز فرهنگی پیش میاد. اگه به عنوان مثال میره یه جایی، به عنوان مثال یه نمونه داشتیم واسه مرمت کاروانسرای دیر گچین. یکی از دوستانم داوطلب ما خیلی پرسیدم که چی شده، بهشون برخورده بود. میگفت که از من به عنوان یک انتظار کارگر افغانی رو داشتن. گفتم خب قرار بود چه چیزایی خواسته بودن و برای چه کاری رفتی اونجا؟ خب واسه کار بنایی و ساختمان همین نشون. خب گفتم خب الان که اومد اونجا کار میکنی مثل کارگر ساختمان، که اونم تو جامعه واسه خودش شخصیتی داره، نبایستی که یک سری کارا رو پس ببینی. و به خاطر همین میگم که یک سری مسائل ریز فرهنگی اگه بهش بگن که بیا نمیدونم فرقون بیا با هم دیگه کار یدی بکنیم، بهشون بر میخوره و به حاشیه کشیده میشه.
یک سری موانع قانونی هم که بخوایم راجبش صحبت کنیم، ما طبق همون چشمانداز و در واقع پلن 5 ساله که داشتیم تا الان بایستی سایت ایران والنتیرینگ را میافتاد، کلی پروفایل چه میزبان و داوطلب بایستی داشته باشن که متاسفانه نتونستیم. یه دلیلش اینه که تو کشورهای مختلف اگه شما یک گزینه را تیک میزنید از لحاظ قانونی این فردا سندیت داره، ولی تو ایران این شکلی نیست. شما اگه یه ایمیلی بفرستید فردا سندیت آن شکلی نداره، ولی تو کشور یه ایمیل بزنید انگار رفتید اونجا مکتوب یه چیز رو نوشتید و کاملا سندیت داره. سایت بیشتر به این خاطر نیاز هست که داوطلب و چه میزبان بتونن اونجا پروفایل داشته باشن و حتی بتونن برای همدیگه فیدبک بنویسن و اون کارهایی که و مهارتایی که دارن بتونن اونجا بنویسن. خب طبق همون بتونن انتخاب کنن و ببینن همدیگه رو با همدیگه لینک بشن. ولی تو ایران ما برای این کار که سایتش رو یه سری کاراش انجام دادیم نیاز داشتیم که از طرف ثبت احوال API داشته باشیم، هویت افراد واقعی باشه. زمانی که ثبت نام میکنن به عنوان مثلا من یک آموز صادقی یا صابر که داره ثبت نام میکنه، هویتش واقعی باشه. اگه فردا یه رفرنس منفی نوشت، فردا نره با اسم دیگه دوباره شمسلی اسم دیگه دوباره برای خودش پروفایل بسازه. خب و همچنین واسه میزبانان هم همینطور هویت واقعی باشه، رفرنس ها و همه چی که هست واقعی باشه. تا حدودی رفتیم سراغ کاراش و متاسفانه ثبت احوال و یک سری سازمان‌های زیربط خیلی با ما همکاری نکردن. اولش ایران والنتیرینگ به صورت NGO پیش رفتیم، دیدیم که وزارت کشور خیلی سختگیری میکنه، بعدا در قالب مؤسسه کاراشو پیش بردیم، ولی ناامید نیستیم. سعی میکنیم که دوستانی که وکلا و کسایی که تو حوزه ثبت شرکت‌ها و برندها دارن کار میکنن بتونیم یه رایزنی یه لینکی بزنیم که بتونیم این API رو داشته باشیم و سایتمون بالا بیاد و بعد هر دو طرف پروفایل داشته باشم. تو ایران هم مثل کشورهای دیگه بتونیم در واقع اصولی پیش ببریم. یه خورده تو صفحات اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام محدودیت زیاده. این که حالا آشنایی با کار داوطلبانه هم که براتون توضیح دادم به چه شکلی بوده و از کجا شروع شده، همین کارهایی که با خیریه ها و هلال احمر انجام میدادم و بعدا دیدم که تو کشورهای دیگه در واقع خیلی این سبک و سیستم کار داوطلبانه شناخته شده است و تو ایران یه خورده ضعیفه. شروع کردم اول این کار، خودم رفتم سمت قزوین بود واسه مرمت یک بنای قاجاری بود. اولین پروژه رو از اونجا شروع کردم. فکر عقیدم این بود که مثل اونا نباشیم که بگیم که بیایید جمع بشویم بروید جنگ. این شکلی نباشه خودم یه کار رو انجام داده باشم برم توش نمونهش رو بذارم بگم خب دیدید شد میشه انجام داد، شما هم دوست داشتید بیایید. و این شکلی از یه گروه تلگرام شروع شد. رفتم هی چند تا پروژه پشت سر هم. اولیش هم میگم که واسه مرمت بنای قاجاری تو قزوین بود و گزارشاشو گذاشتم و هی آدم‌ها زیاد شدن، شرکت داشتن و تونستیم تا به اینجا برسیم. و همیشه اینم میگم که بهترین و بزرگترین و ارزشمندترین کارا رو داوطلب و میزبان انجام میده. ما کار خاصی نکردیم، یه جرقه صورت گرفته و به زحمات و دغدغه‌مندی تمام آدمایی که توی مسیر زحمت کشیدن شعله ور شده. امیدوارم که همجوری همه بچه‌ها و کسایی که تو این فضا هستن ایران والنتیرینگ برای خودشون بدونن اونقدر پتانسیل کار داوطلبانه تو ایران هست، حتی 100 تا مثل ایران والنتیرینگ هم باشه باز کمه. خب شما تصور کنید که یک مؤسسه بیاد فقط تخصصی. درود آقای ستایش، مخلصم. بیاد تخصصی فقط لینک بزنه با سازمان‌های بین‌المللی، بخواد تو ایران کار کنه، با یونیسف کار کنه، با یونسکو کار کنه، با سازمان ملل. خب با یونسکو واسه مرمت این همه کاروانسرا و این همه بناهای ارزشمند داریم که بخوان روی اینا کار کنن. و واقعا شما برید تو سایت یونسکو بخش داوطلبی داره، میتونید حتی سازمان ملل که من خودم عضوش هستم شما هم خواستید عضویتش شاید نیم ساعت 45 دقیقه وقت میذارید و ثبت نام میکنید، حتی داوطلب آنلاین هم میتونید بشید و رزومه خوبی هم میشه براتون. تصور کنید این همه آسیب اجتماعی تو ایران داریم، این همه کارتون خواب داریم، این همه معضلات داریم، شما می اینجا یه پروژه رو تعریف میکنی. خیلی آدمای خفن، خیلی آدمایی که تجربه خیلی زیادی تو این حوزه دارن میتونن بیان به این پروژه ها جوین بشن و کار کنن. ببخشید. خب.
راجع به فعالیت‌های داوطلبانه‌تونم که احسان جان نوشته بود صحبت کنم. اگه صرفا راجع به خودم هستم توضیح میدم و راجع به ایران والنتین گزارش کلی گفتم که حدود تا به حال 20,000 نفری داوطلب تو این پروژه ها شرکت داشتن و خودم هم که چندین ساله دارم کار داوطلبانه انجام میدم و دوست داشتم که سر پروژه ها باشم. در این بی‌نظمی سعی می‌کنم یه نظمی داشته باشم. خیلی خودم آدم منظمی نیستم، اینم میتونم اعتراف کنم و توش اتفاقای خوبی میفته و راضیم از این بی‌نظمی که دارم. یه زمانی تصمیم گرفتم که گیلان زندگی میکردم، تمام خونم رو فرستادم شهرستان و پیش خانواده اساسم و یه موتورم برداشتم و چند تا وسیله گفتم یه هفته میرم سر پروژه ها اونجا با میزبان و داوطلب با اون فضا بیشتر آشنا میشم، خودم هم یه چیزایی یاد میگیرم و کمک میکنم. اولین پروژه‌ای که تو مسیرم اومدم کاروانسرای دیر گچین بود. رفته بودم یه هفته بمونم، بعد یه هفته بودم خب کجا میخوام، این من به تو نیاز دارم و میتونی اینجا یه کاری بکنی. یه هفته هم شد 6 ماه و تو این 6 ماه 110 نفر از داوطلبا اومدن، تونستیم تمام مسیرهای بازدید کاروانسرا رو سنگفرش کنیم. منم یاد نباشه امروز یکی از دوستان میپرسید که اومده بود راجع به ابرخش با هم صحبت میکردیم، از تبریز اومده بودن و تخصص چیه؟ گفتم والله خودم هم نمیدونم تخصصم چیه، ولی هر چی علاقه داشتم رفتم سمتش. اونجا هم که واسه مرمت کاروانسرا کارهایی که انجام دادیم، مرمت پله‌های حرمسرا بود و مسجد و بعد کلی کارهایی که اونجا میشد و وایستادم انجام دادم. تمام میگم بیس زندگیم بیشتر این شکلیه. زمانی هم که نیاز داشته باشم وای میستم یه جا کار میکنم یه مبلغی ذخیره میکنم به اندازه نیازم، دوباره راه میفتم کارهای داوطلبانه و سفر. این که یه راجع به راه اندازی پیج ایران والنتیرینگ هم میگم که از یک دغدغه‌مندی تو سن کم شروع شد. خودم اون فضایی که میخواستم و کمتر لمس کردم تو ایران و دیدم که تو کشورهای دیگه یه همچین مرجعی و سایت هایی هست، یک سورس هایی هست، ولی تو ایران نیست و کم کم شروع کردم در واقع تا به اینجا رسیده با لطف تمام داوطلبین و میزبانای عزیز. خب احسان جان، این کلیت چیزهایی که خواسته بودی راجبش صحبت کنیم، اگه هر سوالی یا نظری هست میتونیم باز ادامه بدیم و راجبش صحبت کنیم. آره دارم. خب یکی از دغدغه‌مندیام، من بعضی وقتا یه چیزایی تو زندگی برام بولد میشه، در واقع ایدئالم هست و گاهی وقتا برای خواستهای شخصی میشه. همون قبل ایران والنتیر من جاب آفر داشتم از اسپانیا، تخصصم موقع که بیشتر کار میکردم روش برنامه‌نویسی رباتیک و برنامه‌نویسی صنعتی بود، ولی دیگه موندم و تو ایران قضیه ایران والنتیرینگ رو افتاد و یه سری کارهای دیگه. و خب اینکه صرفا برای خودته و این کاری که انجام دادی خیلی حالشون خوب، اتفاقای خوبی داره میفته و وایساد این کار انجام دادیم. واسه بخشتم که چندین ساله تو گوشه ذهنم بود، حتی یه پیجی به نام سوپرادو پروژکت، نگاه کنید اولین پستش که یه لوگویی از خود در واقع اون گروه معماریمون هست مال 2 سال پیشه. بعد 2 سال تازه شروع کردم مطلب گذاشتن و در واقع زندگیم یه فضایی مهیا شد که بتونم دوباره وارد این فضا بشم و کار کنم. ابرخشت و دوستایی که در واقع علاقمند هستن، داوطلبا و کسایی که علاقمند هستن، میان با هم دیگه کار میکنیم. الان سمت قلعه بابک کلیبر داریم یه ساختمان حدود 80 متر هست داریم میسازیم، کاملا داوطلبانه هست و این حسی که دارم سعی میکنم که طبق اون دغدغه‌مندی مرحوم پروفسور نادر خلیلی که یک معمار ایرانی ساکن تحصیل کرده کالیفرنیا و آمریکا، یک معمار هست که کل دنیا سوپرادوب رو میشناسن ولی تو ایران کمتر میشناسیم و کمتر ساخته شده. سعی میکنم طبق روحیه ایشون پیش برم، کسایی که دوست دارن یاد بگیرن بیان با هم دیگه بسازیم. خیلی دوست دارم که کارگاه برگزار بشه، نفری خودتون پول بدن و بیان یاد بگیرن. علاقمندم بیان با هم دیگه بسازیم و هر چیزی که حس خوبی پشتش باشه کائنات هم برادم برمیگردونه و یه چیزی هم از توش در میاد. ولی میگم تا الان که داوطلبانه بود و چند تا پروژه تا بال کار کردیم. اینم که تو قلعه بابک کلیور هست، چند تا پروژه دیگه هم پیشنهاد شده تو شهرهای مختلف. اگه شما هم یه خیریه یه جایی یه خانواده نیازمند باشه، کسی نیاز داشته باشه، میتونیم براشون داوطلبانه بسازیم. تو مناطق محروم اگه نیاز هست کتابخونه مدرسه، تو واقعا یه پروژه هم که صحبت کرده بودیم هنوز معلق موند، نمیدونم چیکار کردن، سمت
تنگ بستانک کانفیروز شیراز. اونجا هم یه ابرخش طراحی کردیم، قرار بود یه مدرسه بشه و بعدا حالا همجوری معلق مونده و نمیدونیم چی بشه. یه همچین موقعیت های هم کاملا داوطلبانه میاییم براشون ابرخش بسازیم. احسان جان من در خدمتم. قربونت، لطف کردین، خیلی ممنون که قابل دونستین خدمتتون باشم، خیلی خوشحال شدم. این جمع ها پایدار باشه و این دوستی ها پایدار. همچنین مخلصم. فداتون بشم، لطف دارید شما. امیدوارم همینطور باشه، امیدوارم که همین اتفاق بیفته و تا بالام اتفاقای خوبی بیفته و این کار جمعی و گروهی هست. هر کدوم به یه نوعی نقش داریم. بعضی از داوطلبا شاید گاهی وقتا میگن که خب دوست دارم خانواده‌ام بدونه که من رفتم کار داوطلبانه، مثلا یه موقع تجربهشو میفرسته میگه با اسم مستعار بذار، میگم چرا؟ میگه دوست دارم خانواده‌ام بدونه. یا حتی اون کوچکترینش اینه که خانواده ما بدونه که چه کارایی داره اتفاق میفته. میگم که یه کار جمعی، کار گروهی حتی شده از خانواده‌مون مثلا با این فضا آشنا بشن که همچین چیزی هست. میشه همچین کارا. خب مثل اینجا من صدای جمع خیلی خوب ندارم، خیلی نمیشنوم. اوامری باشین خدمتتون هستم. نه. درست درست. آره. اون موضوع امنیت اتفاقا یکی از ایرادایی که با ما گرفتن همون سر جلساتی که با ادارات داشتیم همین بود. خب اولا که با ادارات داستانش فرق میکنه، الان این جمع خصوصی و باز داستانش فرق میکنه. با ادارات هر کسی بالاخره تو جامعه یه کاری میکنه. اگه من قراره امنیت جامعه رو تامین کنم و صرفا کارهای دیگه بکنم، به همین چیز که نمیرسم. خب هر سازمان مربوطه، هر سازمانی موظف هست یه بخشی از کار انجام بده. خب منم میتونم یه بخشی از کار انجام بدم، چند نفر دور هم جمع هستین قراره یه کار دیگه بکنه. امنیت هم به عهده نمیدونم نیروی انتظامی، سپاه اطلاعات و جاهای دیگه است، صرفا به عهده من نیست که امنیت و چیزای دیگه. ولی از لحاظ امنیت پروژه ها ما خودمونم که همه جوره حساس هستیم. معمولا اولین پروژه ها رو خیلی روش حساسیم، همش خودمون زنگ میزنیم میپرسیم کیا اومدن، چه اتفاقی افتاد. و بیشترشون هم که پروژه که کار میکنیم معمولا مجوز دارن یا تو فضای فرهنگی هستن، یا کتابخونه و خیریه ها هستن، یا بومگردی هستن که همیشه مسافر میاد و میره. خب فرق نداره، به عنوان یه مسافر میری اونجا با هم دیگه یه کاری هم با هم دیگه دارید انجام میدید. قربانت احسان جون.